کردم 4 ساعت دهن اینا رو سرویس کنیم ولی چجوری قراره اینا تو دایره قرمز بمونه؟ چی؟ من نمیمونم. کینه دوست کینه ای آش به من آب میخوام اصلا آب میخوام. آب میخوای باش آقا گفت آب میخواد منم دیگه بدوش آسش آب آوردم آب کال بیا بده دیگه. دوست دارم باید از خریدت بیرون خیلی دوست دارم. مثلا پاشی چه فرقی داره با بشیری؟ بگیر باید چالش بری آب میخوای باش چالش 30 تا بشین پاشو برو بابا 30 تا بشین پاشو تلافی ویدیوی 24 ساعت خدمتکار بشین من یادم نمیاد گفته باشم بشین پاشو من یادم میاد تو بکن ظالم 1 زول 2 کینه دوست 3 جادوگر 4 5 6 29 30 تمام آب میدم بهت بده بخور ببینم حالا یه چیزی بگم تو آبت اسپری ریخته بودم اسپری دیار نه آره شوخی میکنه خدایی نه بابا من برم دیگه کار نداری؟ نه بچه ها چرا خاموش صبح که دیدم پرده رو باید برم بکشم ببخشید میرم تو وسایلات چرا خاموش میکنی؟ خدافظ به خدا بیانم من دیگه حال آقا خدافظ بیانو ناموسن گرمه باش این چیه این چیه خب این چیه بابا این چیه این هیچونه این چیه خب باشه این خونک نمیشه برم تو شیخ بریزم بیا برم تو شیخ بریزم بیا باشه اوکی آقا بهش گفتم میخوام یخ ریزم ولی من یخ نمیزم توش سرشو یه ذره باز کنم بریم اینقدر بهش یخی جونو شاید دقیقا 10 تا یخ انداختم خب بیا بسات اسپری کنم مریض نکن بس دیگه سرش حالا خونک شدی کار حالا چی شد؟ این کارو کردی دیگه ببین آره میرسی هنو ویدیو 24 ساعت خدمتکار من بشی یا نگرفتیم داداش بچه ها اگر این ویدیو حداقل 10 تا لایک بخوره ویانا باید بیاد 24 ساعت تو دایره 10 تا لایک 10 تا لایک 21 لایک خورد تمام 21 همینی که گفتم بچه ها این ویدیو برای حمایت از منه 24 ساعت لایک کنین ویانا بیاد تو 24 ساعت 24 ساعت لایک کنین 21 لایک کنین ویانا بیاد 24 ساعت تو دایره قرمز اشغال کنیم با هم داداشی رو باید بریزینا آنیونیوش دخترها همه با هم جمع شی آقا دستمال میشه بدی؟ دستمال میخوای؟ بجانم هم دستمال میخوام الان؟ این که دیگه توشی چی نیست یونجه بهت بدم؟ خدایی چیزیش نیست نه بابا چیش نیست خدمتکار ببین خدمتکارم نشده ولی من الان دارم یه کاری میکنم تو خدمتکار من بشی همینه زندگی بدو اینقدر طولش نده خب آقا نهار بچه بریم نهار بیاریم بزن بریم خب بچه ها ویانا رفته نهارم منو بیاره دوستان این که من مثلا من خوب معلومم ویانا ولی میدونم که صدام هست اینا هاشم من وقتی مثلا دستمو میذارم بیرون اشکال نداره مثلا ولی مثلا پام نباید بخوره بیرون کل بدنم نباید بره بیرون دیگه ولی مثلا این مثلا دیدین مثلا حق ویتاه افتاد چنگال این مثلا دستم میخوره اشکال نداره ولی مثلا پام نباید بره بیرون کل بدنم بفرما بگیرید رو بیرون برام قشنگ کارت انجام میشه دیگه برادر احساس نمی‌کنی یه چیزی کمه؟ نه یه چیزی که اولش با
چنگال احساس میکنم کم. من دلم میکشه، عشقم میکشه اینجوری بگم تو. آخه تو چی بگو؟ میرسیم. هنو خدمتکارم نشدی، این گفتیم آقا 21 لایک بخوره، 22 لایک بخوره دنیا گرده. اینجا تو میشین اینجا. دنیا گرده، دنیا دار مکافاته. اینجا هم گرده. دنیا دار مکافاته. اینجا هم گرده. من دارم میگم گرده، میگم دنیا دار مکافاته. کارتو بخور بدا. یا پس کله تا بهت نزدم بدو. نمیترسم از نگاه کنین. نصف 24 ساعت تموم شده، درسته دیگه؟ بگو. واه من پیانا لطفاً بسیم بیرون، چون احساس میکنم آسفالت دیدی چجوریه؟ احساس میکنم باسنم همون جوری شده. بچه چند بار فقط پا شدم احساس کردم. خدایی دیگه ظهره آقا. به خاطر اینکه اینجا چند ساعت نشستی و گوشیت هم دست من بود، فقط به تنها چیزی که اجازه میدم یه خوراکی بگو برات درست کنم. فهمیدم آقا. یه مجونه بریم میری دایجستیو داریم. خب 2 تا میندازی، 2 تا قاشق پودر شکلات، 2 تا قاشق پودر شکر، 1 لیوان شیر و 1 نصف موزو میندازی، هم میزنی برای میاری تو پای. بریم بچه. خدافظ. آقا من دیگه حالا زیاد چیزم نفهمیدم، فقط یه موز میده. بیا بخورم یعنی هیچ چالشی. یادم رفت. ببخشید. یونا بده، یونا حواسم. یه لیوان بخورم. یه لیوان نه نه یه لیوان بعد بریدم. آقا من ازش میگیرم یه ذره هم نداشتم بخوره. خب حالا چالش از این قراره که باید یه دقیقه روی پاد وایسی. پادر خط زده بود بیرون. اینطوری زده بود بابا. رو هوا بود. خب ببین چیز کن، از همون تایمر ویدیو ببین دیگه. برم. من یه دقیقه نشده برو. برم؟ نه آره برو. آقا من پاتو نشونه دیگه. زابی پشمای پات. نه خودم نشونه بده آقا. خداییش دوستان هیچ تقلبی نمیکنم به والله. به قرآن قسم من هیچ تقلبی نمیکنم. من مثل بعضی از یزیدا نیستم که تو خونه مادران پلک و تلگرام میرن. کیه اسمش؟ اسمش منه. آها. احساس میکنم که من یه یزیدم. تا بدیه که ببین من 5 دقیقه رو پام وای میسم. تو دیگه کی هستی؟ میشه پامو عوض کنم سریع؟ نه. هوا. رو هوا. فکر بکن. آقا این رو هوا بود. جدی خدایی. آقا ویدیو آروم میشه میبینید. نه ویدیو رو تند میکنم. نمیدونم. شد تمام. خب بده. عشقای آتشین داشت بده دیگه. آقا نمیشه. آقا تو قدت بلنده. من چرا گرفتم بالا وقتی قد تو 3 متر؟ حرامت بشه. خیلی زحمت کشیدم. دیگه کاری نداری؟ خداحافظ. آقا ظهره ها. ظهر بکن. خب بچه‌ها بگیر شفراره. قبول میکنیم. آهنگ بخونم. سر زداست. وایسا با شمارش من 1 2 3. خب بچه‌ها همونطور که دیدین من چالش رو تمام کردم. آره من چالش رو تمام کردم و گفتم اگه 24 تا 21 لایک بخوره یعنی 24 ساعت میاد تو این دایره که الان هم دیگه متاسفانه نیست. لایک ساب یادتون نره تا یک ویدیو بعد. فعلا خدافظ.